اینجا تبریز است. تبریز شهری در ژرفای تاریخ نیست که تنها نظر باستانشناسان را به خود جلب کند، بلکه شهری است که شانه به شانه تاریخ قد می کشد و پا به پای آن پیش می تازد. تبریز را شهر اولین ها می نامند. اولین نشانه صنعت چاپ و نشر، اولین روزنامه، اولین مدرسه به سبک جدید، اولین نمایش، اولین کتابخانه عمومی، اولین ایستگاه آتش نشانی. تبریز پیشتر از شهرهای دیگر ایران زمین دارای سابقه مدنیت است، به طوری که نخستین انجمن شهر و مرکز پلیس در تبریز تأسیس شده است. دانشگاه تبریز دومین دانشگاه کشور محسوب می شود. آری، اینجا تبریز است، با ارک استوارش که رد پای کودکی سرداران، فرزانگان و فرهیختگان بیشماری بر دیوارهایش نمایان است. کمی آنسوتر دستهای دعا را می‌بینی که زیر گنبد کبودین فیروزه جهان اسلام به سوی آسمان بلند است. از میان نقش‌های ظریف کاشی‌های مسجد کبود راهی است به میعادگاه عارفان و ادیبان، مقبرة الشعراء، خانه ابدی بیش از 400 عارف و شاعر همچون خاقانی، فاریابی، قطران تبریزی، همام تبریزی و شهریار شعر و سخن استاد محمد حسین بهجت تبریزی. همچنین دو چهره نامی کمال خجندی و کمال الدین بهزاد که در بیلانکوه آرام گرفتند. اینجا تبریز است، با کوچه هایی که هنوز دل در گروه مهر سرداران مشروطه دارد. تبریز سرنهاده در دامان سرخفام عینالی و دخیل بسته ذریح اون ابن علی که به روایتی خاک آدم را از آن سرشتند. و بازار، مکانی که زندگی و سرزندگی جریان همیشگی دارد، بزرگترین مجموعه به هم پیوسته و مثقف دنیا، بوی عود و ادویه، رنگهای شاد و زنده، هوای خنک دالانها، بوی عطر چای دم کرده خستگی را بی‌معنا می‌کند. تبریز و الگلی و آرامشی ستودنی در آبی دریاچه‌اش و سایه‌سار طبیعت سبز و بی‌مثالش که خاطره‌ای خوش از حضور را به مسافرانش هدیه می‌دهد. تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، استان زرخیزی که با کسب مقام نخست صادرات غیرنفتی کشور نقش تعیین کننده در اقتصاد ایفا می‌کند. و تبریز شهری که گردش چرخ‌های سنگین کارخانه‌های عظیمی چون تراکتورسازی، ماشینسازی، پتروشیمی و تولیدات عمده صنعتی در زمینه مواد شیمیایی، دارویی، فولاد و مواد غذایی آن را به یکی از قطب‌های صنعت و تکنولوژی تبدیل کرده است. Güzellikler diyarsan Azerbaycan'ı, ellerimin vikarsan Azerbaycan'ı. Güzellikler diyarsan Azerbaycan'ı, ellerimin vikarsan Azerbaycan'ı.
Xalqımın iftixarsan Azərbaycanı. Xalqımın iftixarsan Azərbaycanı. Sen canımsan, vətənimsən Azərbaycanım. Sen canımsan, vətənimsən Azərbaycanım. Sen canımsan, vətənimsən Azərbaycanım. آذربایجان این است، سرزمین رنگها، سرزمین شور و سرزندگی. اینجا عشق و صمیمیت، صفا و یکرنگی پایانی ندارد. رزم و بزم، شعر و ترانه، افسانه و اسطوره در حرکات موزون رقص آذری جاری می شود.